میگویند کسایی که علم ندارند جاهلا لولا یکلمون الله چرا صحبت نمی کند گپ نمیزنه به امرای ما الله او تأتینا آیه یا بیت به ما یک معجزه كذلك قال الذين من قبلهم همی قسم گفته بود او کافرایی که پیش از اینا بود مثل قولهم مثل سخن از اینها تشابهت قلوبهم مشابه شده دلهای از اینها قد بینا الآیات لقوم یوقنون بدون شک ما بیان کردیم دلایل را از برای قومی که یقین دارند. در اینجا الله متعال در آیت رد میکند به بالای بعض از مشرکین که جاهلای مشرکین مکه بودن کفار قریش. اینا میگفتن تا وقتی که الله به امرای ما مستقیم صحبت نکند یا یک معجزه دلخواه نبید که ما او را ببینیم چیزی که ما میگیم ما نبوت تو را قبول نداریم پیامبری تا و یک قرآن کتاب الله را قبول نداریم. الله میگه این گپ از اینا مثل کافرای سابقه است مشابه است دلایشان یکی شده. اگر هدف پذیرش حق باشد ما بسیار دلایل بیان کردیم چطور شما این گپا را میزنیم؟ کسی که دلش به یک چیز نشه انتقادا میکنه ولی الله جواب میده. این بسیار فایده است. و قال الذین لا یعلمون میگویند کسایی که علم ندارند جاهلای مشرکین نادان بی علم لولا یکلمون الله چرا صحبت نمی کند گپ نمی زند مستقیم الله به امرای ما مشافهتن یعنی همی تو دهن به دهن گپ بزنه یا ای که وحی کند به بالای ما که به ای که تو رسول الله است الله وحی کند به خود ما به هر یکی ما بگوید که همی رسول الله است قبولش کن او تأتینا آیه یا بیاید یک معجزه بر ما برهان به صدق نبوتت همون برهانی که ما میگیم دلیلی که ما میگیم یعنی کدام معجزه‌ای که ما میخواهیم او بیاد و این خواسته های از اینا در سورة اسراء بنی اسرائیل بیان شده بسیار چیزا میگفتن که تو در آسمان بالا شو برو همی تو ما باید تو را ببینیم که رفتی این تو بچشمای ما ببینیم که رفتی در آسمان باز نموشه یک کتاب زنده را کتاب بگی بیا تا شو ببینیم کتاب در بغلت تا شد چند تا ملائکه هم کتید پایین شد باز اونا بگوین که اینمی رسول الله است این ما قبول داریم در غیر از او نه. ولی این گپ از یام میگم یک این سوالا این خواسته ها ضدی و عنادی بود این حقیقت نداشت. الله میگه اگه می کارم شود یا ایمان نمیاره ببینن پیامبر رفت پس آمد ملائکه هم کتیش قبول نمیکنن کافر دیگه. اگر اینقدر دلایل قرآن میگه که بر انسان هیچ شک و شبه نمیمانه که بفهمه که قرآن کلام الله است و پیامبر بر حق است بسیار دلایل میگه. این دلیل های چیز که است معجزات دلخواه که است انتخابی بازی خطرناک است. الله در بسیار آیات دیگه میگه که ما اگر این کارم بکنیم ایمان نمیاریم. چرا؟ و قانون چیست؟ قانون نیست که وقتی که معجزه دلخواه میخوایی الله داد قبول نکردی بعد عذاب عمومی میاد کل ریشه کن میشه. این قانون الله. خب میگه ما یا برای موسی علیه السلام ندیدن اژدها جور شد چی معجزه کلام عصا ایمان نآورده. ابراهیم علیه السلام در آتش دیدن درش نداد ایمان نآورده. عیسی علیه السلام مردار زنده میکرد ایمان نآوردن. همی یهودیا ایمان نآوردن بر عیسی. مرده زنده میشن بگینه قبول ندارن. دیگه این گپای از یا استکبارن و عنادن استکبار است عناد است خدا کلام گرفتن است. الله می فرماید كذلك قال الذين من قبلهم یعنی این قسم گفته بود امی گپارا من قبلهم یعنی كذلك مثل سخن از اینها قال الذين من قبلهم گفته بود کسایی که پیش از اینا بود مثل قولهم مثل امی سخنشان. مثلا یهودی ها گفتن که ارنا الله جهرتا الله را به ما اشکاران نشان بده. این کافرای سابق که است اسلافشان بزرگایشان همی گپا گفته آنیام هم گپای سابقه را تکرار میکنن. تشابهت قلوبهم قلوب این کافرها در ضد و عناد مشابه شده یکی شدگیست مثل کافرای سابقه. این کافرها با اون کافرها
یک قسم شدگی است. در ضد و عناد و تکبر از یکی است. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بدون شک ما بیان کردیم دلایل را برای قومی که یقین دارند. این دلایل بسیار قوی را ما بیان کردگی است. کسی که حق طلب میکند، یقین طلب دارد، طلبگار حق است، ما بسیار دلایل بیان کردیم و کلش گپ میزنه به صداقت ازی که تو پیامبر بر حق است. اما اگر کسی که قبول ندارد، لقوم یوقنون، کسی که یقین میکنه طلبگار حق باشه، بسیار دلایل است، کافی دلایل. اما کسی که قبول نداره، برای چی که بگوی بیفایده است. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. این کافرای ضد و عناد است، به هر چی بگوی هیچ است. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. بدون شک ما تو را روان کردیم ای پیامبر بالحق، به حق و راستی، درستی یعنی باطل نیست. بشیرا، بشارت دهنده، کسایی را که قبول میکنند رسالت تو را، کتاب آسمانی را عمل میکنند. نذیرا، ترساننده کسایی که انکار میکنند. ولا تسأل عن أصحاب الجحیم، سوال نمیشی تو از جهنمیا که چرا آتش رفت. از تو سوال نمیشه، تو وظیفه انجام بده، وظیفه انجام بده، سوال نمیشه. در اینجا الله اثبات رسالت پیامبر خودش بیان میکنه. ان ارسلناک، بدون شک ما تو روان کردیم ای محمد فرزند عبدالله، بالحق، به حق روان کردیم. حق شریعت روشن، دین محکم، کتاب روشن، دین اسلام. بشیرن، در حالی که صفت تویست که بشارت بیتی کسایی قبول میکنن و عمل میکنن به نعمتهای دنیا و آخرت. و نذیرن، ترساننده کافرها، کسایی قبول ندارن بترسانشان با آتش جهنم. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، تو نیستی مسئول از کسایی که ایمان نمیارن بعد از اینکه دعوت کردی، زحمت کشیدی. انما علیک البلاغ، با بالای تو رساندن است، و علینا الحساب، ما حساب میکنیم. یعنی تو وظیفه انجام دادی، سوال نمیشه که چرا این مردم در جهنم آمد. اگه وظیفه انجام ندادی بس یک سوال میشه. یکم تا میگه که اقا مردم کافر مرده رئیس، الله از ما سوال میکنه چرا اقا مردم کافر میمرن. این گپ بس پیش خود گم میزن. الله از ما ازی سوال میکنه که تو چرا دعوت کردی نکردی، مسئولیت انجام دادی یعنی علیه کفر شرک مبارزه کردی نکردی. ایره نمیگه که چرا جهنم را. هیچ. این برادرای تبلیغ هم گپا را میزنن. میگه الله زمون تپوس کی چه ولی دون خلق جهنم تلارم، ولی دون خلق کافران شو. ایتون میگن که الله سوال میکنه که چرا مردم کافر شد، چرا مردم در جهنم را. این الله پرسه. الله از مسئولیت ما و شما سوال میکنه، از مسئولیت ما و شما. امر و نهی که الله کرده این وظیفه تا انجام دادی، نه از این پرسه نمیکنه چرا مخلوق در جهنم را. از این سوال نمیشه. این بسیار جای الله بیان کرده. علم که نبود تا آدم میگه پارا میزنه و علم زیاد میگن نمیخوانند. خب از چی سوال میکنه، از چی نمیکنه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولن ترضى، هرگز راضی نمیشه، خوشحال نمیشه، عنک از توی پیامبر، الیهود و یهودیا ولا النصارى ولا نصرانیا، هر دو طایفه خوشحال نمیشه. حتی تا اینکه تتبع، کامل تابع شوی ملتهم به دین زینا، تا که دین آیینشان قبول نکنی، قوانینشان راضی نمیشه. قل بگوی پیامبر ان هدی الله هو الهدى، بدون شک هدایت الله هو ایمی هدایت الله هو الهدى، این کامل هدایت است. هدایت را که الله روان کرده قرآن پیامبر این کامل است. ولئن اتبعت اهواءهم، اگر بالفرض تابعداری کردی تو پیامبر خواهشات از اینا را، بعد الذی جاءک من العلم، بعد از اینکه برات آمده علم و وحی آمده، اگر کردی عذاب می آید، نجات نمیافی. عذاب که آمد ما لک من الله من ولی ولا نصیر، نیست از برای تو از جانب الله کدام دوستی که نجاتت بده، ولا نصیر مددگار.
کمکت کنه از عذاب الله. در اینجا الله در این آیت هدفی است که یهود نصارا اتحاد ناممکن است. بگوی ما متحد شد. چرا؟ به خاطر اینا تا که دین آیینش قبول نکنید که جور نمیه. تا که مثل از اونا کافر نشی نمیشه. تا که مثل از اونا کافر نشی قوانینش حتی کافر هم شوی مستقل قبولت نداره. حالی به این درجه کافر هم شوی بگوی مستقل هستم میگنی غلامش نباشی کافر تابعش نباشی بازم قبولت نداره. فهمیدی؟ حالی که بگوی من کافر شدیم مستقل باشم نه میگه از ما اطاعت کن. کافر مستقل هم نباش. چرا می کافرها در بین خود اختلاف داره؟ در کفر خو یکیه. به خاطر که یکیش باید تابع دیگهش باشه. تاجیکستان کمونیستی را قبول کرده نه حکومتش. ولی تا که از روسیه اطاعت نکنه قبولش نداره. اون غلامه. نیروهای روس در تاجیکستان است. یا ای تو کافر میخواه کافر غلام. چه قیزلته. هم کافر شو و هم غلام شو. تا کی راضی شو. پس مومن امکان نداره. یعنی اینا هیچ دین آیین شما را قبول ندارن. یا از خود قبول دارن. و اگر از یارا قبول کردی باید مومن نیستی. این تو شده نمیتونه که هم مومن باشی و هم که از اینا دوست باشی و نزدیک باشی و متحد باشی. امکان نداره. یا ایمان است یا نیست. اطاعت کردی ایمان میره. خاطر تا که آیینشان قبول نکنی خوشحال نمیشه. اگر تو بگوی خیر از من مسلمان باشم من یا از پیشم خوش باشه این خواب و خیال. یارم خوش کنم در این وقت با اسلامم پابند باشم با اعمال اسلامی پابند باشم امکان نداره. ولن ترضا لن معنای تاکید میته و تا قیامت معنا میته. تا قیامت راضی نمیشه تا مرگ. عن که از توی پیامبر. خب پیامبر سم چقدر اخلاق عالی داشت. چقدر اسلام 100% در وجودش بود. نه؟ قرآن متحرک بود. ظلم سر کسی نمیکرد. حق کسی را ضایع نمیکرد. بسیار خیرش به مردم میره. حریص بود به ایمان مردم. از این تو پیامبر راضی نمیشه. ما و تو خود کل اسلام هم در زندگی ما نیست. ما و تو چطور راضی باشه؟ پیامبری که کامل انسان بود. به خیر کل جهان. رحمت بر جهان بود. الله او را میگه که از تو هرگز راضی نمیشه یهود. یهود از تو راضی نمیشه. از ما و شما چطور میشه؟ کتی حمالا. ما که قدر دزدی و باندای مافیا و خیانت و غصب و اینقدر ظلم و جنایت میکنیم از ما میشه؟ از این مسلمان های فیلی. ولن ترضا هرگز راضی نمیشه عن که از توی پیامبر الیهود یهودیا کسایی که دعوای یهودیت داره و کتاب ما تورات است. ولن نصارا و نه مسیحی ها یا عیسوی هایی که حالا میگن ما مسیح حتی تا که تا اینکه تتبعه تابع کامل شوی ملتهم بدین از اینا. چه معنی؟ تا اینکه اسلام ترک کنی اسلام روشنه و تابع دین مردار از اینا شوی. دین از اینا چیست؟ خواهشات. دین آسمانی خونیست خواهشات از این ملت قوانین از اینا را شریعتشان قانونشان قبول نکنی نمیشن. خب یکی از قوانین از اینا همجنسگرایی است. لواطت مرد با مرد ازدواج میکنه. تا که اینمی را هم قبول نکنی باید به خاطر خوشی از اونا یک مرد شوهر نگیری یک تا را ازدواج کن. هیچ راضی نمیشه. باز وا بفهمن که ونه خود گرفت ونه ازدواج کرد. ونه ازدواج هم کرد دیگه چی کنم بیچاره اما قانون تطبیق کرده رایست. دیگه کی را قبول کنیم؟ پس از این چی فهمیده شد؟ اتحاد ناممکن است. یا ایمان تا دست میتی کتینا یک جای میشی. و اگر بگوی که هم اسلام باشه هم اینا باشه و خوش باشه امکان نداره. این گپ الله به ما شما خبر میده. چرا؟ زیرا الله از قلب از اینا میفهمه. حالا می آیت قبول داری یا نه؟ باید میگه ما شما یک کاری کنیم که هم این ملت مسلمان خوش باشه اسلام هم باشه هم کافرها خوشحال باشه. امکان نیست. یکم تا در تلویزیون هم میگه پاره میزنم. ما شما باید قسمی کار کنیم که این دوست هم خفه نشن این مسلمان هم خفه نشن. ای بسیار فن میخواه
کار میخواه. یک گپ ناممکنم میزنه، امکان نداره. یک وقت در تلویزیون بحث بود که تنها دموکراسی را بخوایم یا اسلام. گفتن که بعضی تو نظر داد یک کاری میکنیم چیزی از اسلام بگیریم چیزی از او بگیریم. چرا؟ گفت اگر تنها اسلام بخوایم خوب است. مردم افغانستان 99% چند اشاریه مسلمان است. اینا خوش میشن، ولی اینجا که هست ما دوستای بین المللی هم داریم، اینا خفه میشن. دوستای بین المللی حالا ما شما گفت که دنیا دیگه چی کردیم نه؟ اینا اگر تنها از اونا را بگیریم این ملت خفه میشه. چی کار کنیم؟ یک کاری کنیم که چیزی از این بگیریم چیزی از او بگیریم، اونا خوش همین ملت خوش. این پیشنهادش بود. خب و آدم خودش وزیر بود. باز یک تا دیگه گفت که این گپی که تو گفتی بسیار خراب گفت. گفت تو میخوای که یک سلاطه جور کنی، چیزی از او چیزی از او. گفت کسی در اسلام دموکراسی را داخل کرد توهین کرده به دموکراسی. اگر در دموکراسی اسلام را داخل کرد گفت توهین به اسلام کرده. گفت اسلام خط جدا، دموکراسی خط جدا. او بسیار مطالعه کرده، مشاور یک وزارت. گفت تو نکنین، یا اسلام بگوین یا دموکراسی. نمیشه. او از این قار بود که از اسلام چرا یک چیز شده میاری؟ ای تو کار نشه. گفت در این قار بود. بازی گفت خب مقصد ما میخوایم کلگی خوشحال باشه. امکان نداره. راستی که خوشحال کردن از یا هیچ ناممکن. از این بزرگا شنیدم گفت 50% معامله کردم قبولم نکردن. ای بیدینا 50% گفت گپایشان یقین که قبول کردم. همین 50-50 که میگن 50 به او 50 به این قبولش کردم، ولی گفت که مرا برکنار کردم. گفتن 100%. باز ما را گفت که یادتان باشه. ما گفتم تو حالا فهمیدی قرآن وقت میگه که راضی نمیشه. پس دیگه از این چی فهمیده میشه؟ کسایی که او طرف میگیره این طرف دست داده. ای رفت از پیشش، این طرف رفت. اگر این طرف گرفتی او طرف دست دادی. پس دو راه داری، به او را میری یا به ای را. رایت مشخص باشه. اگر به ای را میری خیر از تکلیف است، گپا است، ولی نعمت ها است دائمی. اگر به او را میری نعمت های دائمی، زندگی دائمی خراب شد. قل ان الهدى هدى الله. قل بگوی محمد از برای اینا ای پیامبر ان الهدى بدون شک اسلام هو الهدى، فقط امی دین حق است. ان الهدى هدى الله یعنی کامل هدایت که دین هدى الله هدایت الله است. قل ان هدى الله هدایت الله که اسلام است قرآن است. هو الهدى اینمی کامل است، کامل هدایت امیست، فقط امیست. یعنی انحصار هدایت در امی دین اسلام شدگیست، در قرآن شدگیست. خب اینجا سوال پیدا میشه که چی میشه که گپ از وارم قبول کنیم؟ الله میگه کدی یکم تو میگه چی میشه؟ ولا این اتبعت، اگر تو بیداری کردی بالفرض. پیامبرم خونه میکرد ما شما را میگه اهواهم خواهشات از اینا را، گپ از اینا خواهش است، آرا و نظریاتشان او نظریاتی که اینا دارن. بعد الذي جاءك من العلم، بعد از اینکه آمد تو را علم وحی آمدگیست، بعد از این کردی ما لك من الله من ولی ولا نصیر، نیست کسی که از جانب الله تو را حفاظت کنه یا عذاب از تو دفع کنه. ولی دوست که حفاظتت کنه، نصیر که از عذاب الله نجاتت بده. سعی کنین الله رسول الله صلی میگه اگر تابعداری کردی هیچ کس نجاتت نمید. کو چقدر نزدیک است به الله. ما و شما را چی؟ ما و شما که بکنیم میمانه. ما و شما را خود بسیار خود. پیامبر خدا چقدر دوست داشت. میگه اگر تابعداری کردی کسی تو را نصرت مدد کردن نمیتونه، عذاب میاد، عذاب دردناک. پس الله بر ما شما ثبات بده. فقط به اسلام محکم باشه. خلاص اینه میره میخوایم. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت، بین معمور است. وانا اول المسلمین، وانا من المسلمین، از جمله مسلمان ها هستی. تکلیف است باشه. الذين آتيناهم الكتاب
یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به و من یکفر به فاولئک هم الخاسرون. در اینجا الله را بیان میکنه که بعضی اهل کتاب کسایی است قرآن قبول دارند. الذین آتیناهم الکتاب، کسایی که به اینا کتاب دادیم، یتلونه میخوانند امی کتاب الله را حق تلاوته، حق تلاوت با درست بیان میخوانند. اولئک یؤمنون به، یا ایمان میارن به قرآن. و من یکفر به، هر کسی کفر انکار کرد به قرآن، فاولئک هم الخاسرون، اینا که از تاوانیستند و هلاک شوندگان هستند. الذین آتیناهم الکتاب کی است؟ الذین آتیناهم الکتاب، کسایی که اینا را کتاب، یهود نصارا، حتی بعضی مفسرین میگه که مسلمان هم در داخل است. آتیناهم الکتاب، به اونم کتاب داده شده، به ما و شما. یتلونه حق تلاوتی، قرائت میکنن، بیان میکنن، به حق بیان کردن، میخوانن به حق خواندن. حق خواندن چی را میگه؟ که معنایش یاد میگیره، مفهومش، تابعداری از احکامش میکنه. اینی را میگه. حلالش حلال میدانه، حرامش حرام. کل صحابه میره میگه. حق تلاوتی نیست که لفظش خوانده میره، از معنا خبر نیست، احکامش عملی نمیکنه. هی حق خواندن نیست. حق خواندن بیان کردن نیست که یاد بگیری و آنچه که هست عمل کنی. حلال حرام بگویی، حلال بگویی، حرام حرام بگویی. نهی الله را اجتناب کنی، امرش عملی کنی. این حق تلاوت است. اگر معنا را نمیفهمی هیچ، اون خوانده رئیس نه، قاریای به مفهوم، به معنا و به مفهوم. یه چیز خودم نجات داده نمیتونه. پس شما کوشش کنید کتاب الله را که میخوانید به حق خواندن بفهمید چی میگه. این وقت است که معنا را بخوانید، تفسیر را بخوانید، بار بار بخوانید. اولئک یؤمنون به، این کسای ایمان میارن به قرآن، کسایی که حق قرآن را میخوانند یا ایمان میارن، یا معاند نیستند، تحریف هم نمیکنند. در بین ازیا بعضی ها بود. و من یکفر به، هر کسی کفر کرد به قرآن، فاولئک هم الخاسرون، این در دنیا و آخرت تاوانی است و نجات نمیافه. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ینصرون. در اینجا الله متعال در آیت سابق نعمتایی که به بالای بنی اسرائیل کرده بود یهودی ها بیان کرد و ایران بیان کرد که در برابر نعمتها چی کردن؟ کفر کردن، ناشکری کردن، عناد کردن، بسیار گناه را انجام دادن. الله متعال اینجا دوباره تکرار میکند که همی با تاکید میکند که این نعمتها را برتان دادیم، میره یاد کنین، مطابق نعمتها عمل کنین، اگر نه باز عذاب که آمد نجات نمیافین. و بعدا واقع ابراهیم علیه السلام بیان میکنه. یا بنی اسرائیل، ای اولاد یعقوب علیه السلام، اولاد یعقوب علیه السلام، ای فرزند پیامبر مطیع، ای اولادای پیامبر که تابعدار حکم الله بود، شما چرا یاغی و باغی شده؟ یهودی ها را الله میگه. یا یاغی و باغی شده بودن با وجودی که اولاد پیامبر بودن، یعقوب علیه السلام. اذکروا نعمتی، یاد کنین نعمت مرا. شما دیدین که از نسل پیامبری تا آدمای بد هم میبرند. یعقوب علیه السلام چه آدم نیک بود، در قرآن بیان شده در مختلف آیات ها سورت یوسف اینجا. ولی اولادش تو کافرای خطرناک هم برآمد. این یهودی ها که است اولاد ازی است، اولاد یعقوب علیه السلام. یاد کنین نعمت مرا التي انعمت علیکم، آن نعمتی که من به بالای شما کرده بودم. این نعمت به خود ازی به بالای پدرایشان، یهودیایی که موجود بود در مدینه، اینا را میگه نعمتی که به پدرایتان کردیم. نعمت به بالای آبای، نعمت به بالای فرزندا هم است. و انی فضلتکم، و من شما را برتری دادم علی العالمین، با تمام امتهایی که قبلا تیر شده بود و امتهایی که در زمانتان بود. در همون زمان خودشان اینا بهترین ها بودن. الله یا را برتری دادم. حال شما چرا این نعمتایی است که اطاعت بکنین از الله، چرا شما یاغی و باغی شدین؟ واتقوا، بترسین، خود را نگاه کنین، یوما، از روزی که قیامت، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، دفع کردن نمیتواند یک نفس غیر مجرم است از نفس مجرم شیئا، هیچ نوع عذاب را،
هیچ نوع عذاب الله را دفع کرده نمیتونه. ولا يقبل منها عدل، قبول نمیشه از این نفس مجرم عدل جرمانه پول پیسه بده. در دنیا یک راه نجاتی است که یک کسی را در جایت میاری میگی را بی مرا اعلام بده یا ضمانت میتی، اونجا ضمانت قبول نمیشه. دوم است که فدیه میتی، پول پیسه خدا خلاص میکنه. سوم یک کسی بزرگ میاد شفاعت تا میکنه. الله میگه ولا تنفع شفاعت، به نفس مجرم شفاعت فایده نمیرسانه. شاید بعض شفاعت بکنه نمیشه. ولا هم ینصرون، و نه مدد کرده میشوند، یعنی کسی اینا را نصرت کرده نمیتونه. 4 راه نجات در دنیا است، بند است. پس چی نجات است؟ راه نجات است که ایمان به کتاب الله و عمل به کتاب الله، دین الله، دیگر راه نجات نیست. و اذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. وقتی که امتحان کرد، یاد کو وقتی را که امتحان کرد ابراهیم علیه السلام رب خالق و معبودش به کلمات و چند دانه احکام و دستورات فرمانها، فاتمهن به صورت کامل انجام داد ابراهیم این نعمتها را. قال گفت الله انی جاعلک، بدون شک من تو را میگردانم، للناس از برای انسان ها، امام مقتدا و پیشوا. قال و من ذریتی، گفت ابراهیم علیه السلام از اولادای امام بگردان، بابام نبوت بته کلشا. قال لا ینال عهد الظالمین، الله گفت نمیرسه عهد و پیمان ما به ظالما، کسی که ظالم باشه بعد از او امامت و نبوت نمیتیم. مناسبت ازی بود که قبلا از بنی اسرائیل یاد کرد که با وجودی که الله نعمتای زیاد کرده بود، اینا کفران کردن، عقیدهشان خراب بود، بسیار ظلم جنایت کردن. حالا الله اینا بیان میکند که اگر اینا راستگو می بودن، یهودیا تابعداری دین ابراهیمی را میکردن. ابراهیم علیه السلام تابعدار حق بود، هر جایی که حق میدید قبول میکرد. اینا حق دیدن، پیامبر دیدن، قبول ندارن، در حالی که پیامبر به دین ابراهیمی است. کدام کارهایی که ابراهیم علیه السلام کرده، این پیامبر به مو روان است، در ملت ابراهیم است. اینا میگن که ما در دین ابراهیمی استیم، ولی دین ابراهیمی خود توحید بود. شرک میکنن، خدا نسبت میتن با فلانی خان. مثلا یکم تو میگه ما سید هستیم، چی ما سید؟ اولاد پیامبر است. عقیدهش ببینی، عملش ببینی مخالف. بعضی میگه خوجه هستیم، خوجه چی معنا؟ اولاد ابوبکر صدیق است. خب حالا عقیدت مثل ابوبکر است؟ نه. اعمالت مثل ابوبکر است؟ نه. خیلی خوجگی بر تو چی فایده میرسانه؟ خوجه باشی و سید باشی. یکم تا دیگه میگه من مجاهد هستم، 14 سال جهاد کردم. خب حالا چی کار هستی؟ سابق تیر شد. مجاهد خو اینی صفت داره، این صفت داره، این صفت داره. نه میگه والا ما مسابقه ما که بود با مو حساب ما را بگویید. نمیشه. سابقه که بود و آدمای خوب تیر شد، حالا تو از خود گپ ده. این تو نمیشه که اولاد پیامبر هر کی که بود هر جرم جنایت میکند، هیچ او برش ضرر نمیرسه. رسول الله صلی الله علیه و فاطمه را تلبیس گفت یا فاطمه انقذی نفسک من النار، ای فاطمه خود از آتش نجات بده. لا اغنی من الله شیئا، لا اغنی عنک من الله شیئا، من دفع نمیکنم از عذاب الله هیچ چیز را. فاطمه را گفت. اگر عقیده و عمل صحیح بود نجات میافید، غیر از اونه. اگر به اساس نسب کسی نجات پیدا میکرد، اولاد نوح علیه السلام نجات پیدا میکرد. چی گفتش؟ یا بنی یرکب معنا ولا تکن مع الکافرین، سوار شد در کشتی کافر نشد. گفت من در کوه پناه میگیرم، غرق شد، هلاک شد. نوح علیه السلام با الله عاجزی کرد که اولادم بود، الله تهدیدش کرد، گفت که انه لیس من اهلک، اولادت نیست، تابعدارت نیست. چرا؟ انه عمل غیر صالح، عملش غیر صالح، عملش عقیدهش است. عقیده را و عمل گفته شد. عقیده و عملش صحیح نیست، این را چطور اهل میگی؟ فلا تسألنی ما لیس لک به علم، چیزی که علم نداری سوال نکو. گفت انی اعیذک ان تکون من الجاهلین، من تو را منع میکنم که از جمله جاهلا شد. سوال جاهلا نکرد. با نوح علیه السلام چی گفت؟ یا رب
الا تغفرنی و ترحمنی اکن من الخاسرین. اگر نبخشی رحم نکنی هلاک میشم. هیچ کسی عقیدهش خراب است، عملش با سید بودن و خواجه بودن و آقا بودن، ما آقا هستیم ما خواجه هستیم، بسیاری هم گپا را میزنن، نجات پیدا نمیکنه. یهودی ها چی میگفتن؟ ما دین ابراهیمی است، پیامبر ما یعقوب علیه السلام است، ما اولاد پیامبر هستیم. یا میگفتن ما نجات، ما که در جنت نریم کی میره؟ الله میگه با اساس نسب جنت نیست. جنت نعمت با اساس چی است؟ با اساس عقیده و عمل است. هر یک خودش کل امرئ بما کسب رهین. هر کس در گرو اعمال خودش است. هر کس در گرو اعمال خودش. عقیده عمل داشت خوب، نداشت نیم. اگه کافر شد خودش باز جواب میده. الحمدلله که الله متعالی تو نمیگه که پدرت کافر بود اولادم مجازات کنه، نمیکنه. اولاد کافر بود پدرم مجازات کنه، نه. هر کس مسئولیت فامیلی خود انجام داد، کس کافر میشه جزای خدا میبینه. الله رد میکنه در آیات ها بالای مشرکین مکه میگفتن ما در دین ابراهیمی هستیم، یهودی ها را هم رد میکنه. الله میگه که ابراهیم چه قسم آدم بود، چه قسم پیامبر بود. و اذ ابتلا، وقتی که امتحان کرد الله متعال، یاد کو میگه وقتا عبد و بنده خود را ابراهیم کلمه سریانی است یا عبرانی است، به معنای ابو رحیم، یعنی پدر مهربان، معنیش پدر مهربان. به کلمات مکلفش کرد به چند تکالیف شرعی. تکالیف چیست؟ اوامر و نواهی. این کار بکو، این کار نه، این انجام بده، این از این چیزا اجتناب کن. ابراهیم علیه السلام چی کرد؟ فاتمهن، به صورت کامل او را انجام داد. بعضی میگه که نموده سنت ها است، سنت های سر تا بگو، بروتای تا کم کو، ناخونای تا بگو، ریش تا ایلا کو، مویای یا اضافگی بدن بگی، این مویی، این چیزا. خوی خواهد جمله احکام سنن مستحب بوده، ولی مهمترین کلمات که بسیار تکلیف دید او چی بود که ابراهیم علیه السلام انجام داد؟ الله برش گفت که علی پدر مشرکت مقابله کن، پدر دعوت. این سخت است. خب علی پدر خیست گفت که و از قال ابراهیم لابیه آذر این اراک و قومک فی ضلال مبین، تو و قومت در گمراهی آشکارا می‌بینی. علی قوم مشرک بخیستاد شد. این بسیار سخت. پدری که بسیار زور و قوت داشت، سرمایه دار بود. پدرش گفت که اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم، خدای مرا قبول نداری؟ لئن لم تنتهی لاجعلنک من المرجومین. گفت من تو را سنگسار میکنم، میگه پارا بگو. پدرش به ابراهیم گفت که وهجرنی ملیا، بسیار زمانه مرا ترک، برای از خانه. ابراهیم علیه السلام گفت که انی ذاهب الی ربی، من میرم به طرف ربم. انی مهاجر الی ربی، من به طرف دین رب میرم. قانا را اعلا کرد، کت قوم مبارزه کرد، کت پاچای کافر مبارزه کرد، بسیار سخت. قوم، پاچا، پدر، کل مخالف، به حدی که آتش برش آماده کردن، به آتش انداختندش. این تو یک عقیده هم داشت ماشاءالله. گفت که یا الله نجات بده. بعضی روایت هاست قرآن رد تاییدش نمیکنه. جبرائیل آمد گفت چی کمکت کنم؟ گفت از تو نمیخوایم، گفت از الله میخوایم، مستقیم مرا الله نصره. الله برش گفت که یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم، ای آتش سو سرد و سلامت به ابراهیم باش. تو یک عقیده محکم ماشاءالله. ما و شما میگیم ملت ابراهیمی هستیم. گفت اولادت ذبح کو، در خواب دیده، خواب پیامبر وحی. بچه هم که یک بچه داره، تو هم در 100 سالگی 80 سال پیر شده، اسماعیل الله برش داده، اول اولادش هم. الله گفت ذبحش کو، 7 ساله بود 33 میدوید. بسیار سخت است. باز مشوره میکنه که بچه خود ابراهیم علیه السلام میگه اینی، میگه بدون شک ما دیدیم در خوابم انی اذبحک، من تو را ذبح میکنم، فانظر ماذا تری، چی فکر میکنی؟
ولی او را تو تربیه کرده بود. قال یا ابت افعل ما تؤمر، ای پدر جان انجام بده بانچه که مأمور است. سبحان الله. ستجدنی انشاءالله صابرا، انشاءالله گفت من صبر میکنم. فلما اسلما، قرآن میگه هر وقت تابع شدن و تلوا للجبین، به یک بغل انداخت کار ده که گرفت. و نادیناه ای ابراهیم، آواز کردیم که ای ابراهیم قد صدقت الرؤیا، خوابت صادق کردی، پورا کردی، آفرین. انا كذلك نجزي المحسنین و فدیناه بذبح عظیم، یک گوسفند زیبا را برشاد گفت را ذبح کن. سلام علی ابراهیم، الله به سلامتی باد به ابراهیم علیه السلام. دیگه اولاد و زن برد در هجرت از عراق، فلسطین، سوریه، کل جا را گشت. یک جای به دیگه جای دعوت میداد. در مکه که آمد دشت چیز نیست، نه دکان است نه دیگه. زن امان کت اولاد. الله گفت الا بتی زن اولادت. بسیار سخت است. خب زن کت اولاد الا بتی. وقتی که ابراهیم علیه السلام رفت، خانمش گفت که بکی ما را اعلام میتی؟ الا من تترکنا. چوب کرد. باز گفتش بکی الا ما میتی؟ چوب کرد. سیوم مرتبه گفت امرک ربک، آیا ربت امرت کرد؟ ابراهیم گفت میتو کرد. بله. باز خانمش چی میگه؟ خیلی برو دیگه. فاذن لا تزیون ربنا، رب ما رضایی نمیکنه. باز میدوید دم صفا و مروه، ایسو پشت آب، ایسو آمد که زیر پای ابراهیم علیه السلام چشمه زمزم برآمد. الله و عمل هاجره که خانمش بود، او را الله طور جور کرد که آل فرض کرده که در صفا و مروه مردم او را عبادت جور کرد، باید بدوند اونجا. ان الله کتب علیکم السعی فاسعوا، الله سعی به بالایتان فرض کرده که صفا به مروه بری، نکنی اون کار حجت نمیشه. فاسعوا، باید سعی کنیم بین صفا و مروه. این حال مبارزه علیه پدر، علیه قوم، علیه پادشاه، اولاد اعلا کردن، هجرت از یک وطن به دیگر یک وطن. به می خاطر است که الله را گفت اینی جاعلک للناس اماما. تا که تکلیف زیاد برداشت نکنید درجه الله نمیده. این قانون میشه، فیصله شه. باز علما میگن العطایا علی متن البلایا، عطایا که هست بخششی های الله، این پشتر بلا و مصیبت. تا که بلا و مصیبت را قبول نکنید الله نمیده. از قال و دیگه ای که بطا را ای چقدر زور میخواه، بطخانه مردم خدا میگه او را زده تکه تکه کنید، بسیار زور میخواه. ما و شما یکم کارهای اسلام اینجا زدن هم نیست، همون را نمیکنیم. در یکم جای میفهم اینجا زدن نیست، رفیده این نمیکنیم. بکنیم میگه والا وابی نگاه یکم مشکل نمیکنیم. یک آمین نمیگه. اگر بگوین چطور است عقیده خودم بیان نمیکن، چوب هستیم. اما عقیده ما را هم نمیگه. میگیم خفه نشه می آدم، نه؟ نشه خفه دوستیش گمش که می اندوال ماست. یک کسی گفته بود که صاحب چرا گپای حق نمیگی، مردم بد است؟ گفته بود یک سلام علیکی داریم، میخوایم سلام علیکی ما هم قطع شوه. همینطور سلام علیکی، حالا تو سلام علیکی چرا میکنی؟ سلام به کی میتی؟ چرا که تزی دوستی داری؟ الحب لله والبغض لله. محبتت خو بخاطر الله باشه، بدی بد میبری بخاطر الله باشه. سابق ما را میگفتن ملت کیست؟ ابراهیم علیه السلام. ابراهیم میتو آدم و از ابتلا وقتی که و با می خاطر است الله سعی که به این نبوت داد. کل انبیا که بعد از ابراهیم آمده کلش اولاد ابراهیم هست. درجه تمام انبیا اولادی عزیز، بخاطر که تکلیفی که برداشت کرد. این بسیار درجه است. حالا این تو یک پیامبری است که گفته بعضی ها بین المللی یهود هم میگه من در دین عزیزم، میفهمه که آدم صحیح بود. نصارا هم میگه، مشرکین مکه هم میگه، ما شما هم میگه. اگر که اونا از پیش خود ادام میکنن ولی میفهمند که اینمی آدم صحیح بود. الله ایره طور که حال ما در کتاب آخری آسمانی یاد از این را میکنیم، عبادت الله را میکنیم. در نماز خواندن رکن نماز از قرائت، عبادت الله را با یاد از این میکنیم و یاد خیرش. و از ابتلا وقتی که امتحان کرد، الله امتحان میکنه هر کس، انبیا را هم کرده. حال با بالای ما که امتحان آمد چرا خفه شویم؟ او خود تکلیف است و باید ثبات داشته باشه.
ابراهیم علیه السلام رب و خالقش به کلمات به چند احکام فتمهن، این تمام کرد کامل، یعنی به صورت پورا انجامش داد. قال اینی جاعلک للناس اماما، گفت الله من تو را میگردم از برای مردم اماما. امام مقتدا، قدوه، مقتدای خیر که تو مردم هدایت کنی. ابراهیم علیه السلام قال گفت من ذریتی اجعل من ذریتی ائمه، بگردان از اولادی من اماما را تعیین کن. اماما در دین، نبوت میگه، رسالت برش بده. قال لا ینال عهد الظالمین، گفت الله نمیرسد این فضل بزرگ به هیچ یک از کافرها، به کافر نه، به ظالم نه. از این فهمیده میشه یکی که انبیاء علیه السلام معصوم هستند از گناه های کفر و شرک، از این معصومه، یا ای که وحی را درست بیان نکنه. بعضی گناه عملی صغیره باشد صادر میشه. و اذ جعلنا البیت مثابة للناس و امنا واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا وعهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. یاد کو وقتی را که گردانیدیم بیت الله را مثابة للناس، مکان بازگشت از برای مردم، و امنا، جای امن، واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، حکم کردیم که بگیرین مقام ابراهیم مصلا، جای نماز که نماز بخوانید. و عهدنا الی ابراهیم، حکم کردیم به ابراهیم اسماعیل علیه السلام ان طهرا بیتیا، پاک کنین خانه مرا للطائفین، از برای طواف کننده و العاکفین، کسایی که اعتکاف میکنن، و رکع سجود، کسایی که رکوع و سجده میکنن. در اینجا الله متعال دیگه مقام ابراهیم علیه السلام بیان میکنه. میگه یاد که وقتی که ما کعبه معظمه را جعلنا گردانیدیم مثابتا، مثابه مرجعا، مرجع از برای انسان ها که از هر طرف میاد، جای بازگشت، میای عبادت میکنه میره، باز میره و باز میایه. و امنا، امن، مکان امن، هر کسی که داخل شود و من دخلو کان آمنا، با عقیده توحید داخل شود امن میشه از آتش جهنم، با ایمان و عقیده داخل شود. و حتی در دنیا هم بعض گناه را کرده باشه اونجا داخل شود باید امن باشد. بسیاری ائمه میگن که نباید یک کسی یک مجرم در اونجا جزا بده تا که اونجا نبرآمده یا قتل کرده حق جزا نداره. اما حال مجرم چی که آدمای نیک از اونجا میکشن میبرن به بندی خانه، آدمای نیک میکشن میبرن اعدامش میکنن. حالی تو حکومت هست اونجا. واتخذوا من مقام ابراهیم، حکم کردیم که بگیرین از مقام، جای استادن ابراهیم، مصلن، مصلن مکان نماز، یعنی همون جایی که ابراهیم علیه السلام نماز خوانده همونجا بخوانین نماز. حالاجی که میرن 2 رکعت نماز در مقام ابراهیم سنت است، خب خوانده شد و یا با برابری از او دورتر باشد، بسیار جبیر بار است. فعلا الله چقدر مقام داد به ابراهیم، نقش پای قدمش سابقه بوده، حالا او چیزی که فعلا است علما میگن او نیست، او سابق بوده که کعبه را جور میکرد، پایش نقش پایش دمون مانده بود. و عهدنا الی ابراهیم، عهد کردیم، عهدنا چه معنا؟ حکم کردیم، امرنا ابراهیم و اولادش اسماعیل ان طهرا بیتی، پاک کنین هر دویتان خانه مرا. بیتیه نسبت بیت الله را الله به طرف خود داده به خاطر شرافت و عظمتش. از چی پاکش کنین؟ از اوتان و بتها، اوسان بتها او اویزان بود دیگه، از شرک پاکش کنین، از عبادت غیر الله پاکش کنین و خودش هم از نجاست ها پاکش کنین. برای کی پاک کنین؟ للطائفین، از برای طواف کننده. بزرگترین عبادت در اونجا طواف است، اعتکاف بکنن. والعاکفین، طائفین طواف میکنن در چاره، عاکفین اعتکاف میکنن در رمضان، بسیار ثوابش بالا در اونجا اعتکاف کردن. و رکع سجود، از برای نمازگزارا، نمازگزارا رکوع کننده و سجده کننده، 2 بخش نماز را بیان کرد. و ابراهیم علیه السلام باز اونجا که رفت هیچ چیز نیست، دشت خالی بود. اینجا ابراهیم علیه السلام وقتی که جور میکنه بیت الله را باز دعا میکنه. اول به زندگی اقتصادیشان دعا کرده، بعد از او باز به ایمانشان، به عقیدهشان. و از قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا
وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. یاد کو وقتی را که گفت ابراهیم علیه السلام رب ای رب ای خالق ای معبود اجعل هذا بگردان امی شهر را بلدن یک شهر آمنن که به امنیت باشد. امنیت بسیار مهم است. امنیت که بود باز رزق هم بده ورزق اهله روزی بده اهل از این کسایی که در اینجا زندگی میکنن من الثمرات انواع رزق و روزی میوه ها من آمن منهم بالله والیوم الاخر هر یک از اینا که ایمان دارن به الله و روز قیامت. قال گفت الله و من کفره کسای کافر هم هستن فامتی و قلیلا فایده و بهره و زندگی دنیا را میتم قلیلا کم وقت ثم استره بعد مجبورش میکنم کشش میکنم الى عذاب النار به طرف عذاب آتش و بئس المصیر بد جای بازگشت است آتش. ابراهیم علیه السلام دعا میکند یکم تا میگه دین کس دنیا رو نمیخواد امنیت نمیخواد. عقل جاهل مردم در دین اسلام امنیت است. انبیایی که آمدن امنیت رزق در جایی که امنیت باشه رزق فراوان باشد خلاص دیگه از این چیز خوب کل نعمت دنیا همی است. این همیال کسایی که از افغانستان پاکستان فرار میکنن در اروپا میرن چرا؟ میگه یکی امنیت است دیگه اشکم ماسیر است. میگه اینه که پرسانش کنی یکم تا که زنگ میزنم میگم چطور زندگی او بسیار امنیت شبم میگم برقا چالانه شب روز فرق نمیشه. خب میفهم که یکی میکشش کردنی حتی اینجا که میرن میگه 90% مرگ است خیر است و همونجا برسه 90% مرگ قبول داره که به امنیت برسه و به رزق فلان. دیگه میگم نان این گپا است چی میگی تو چی نان است میوه آنچه که بخواهی است. خب آرام هستی دیگه بسیار خوش هستیم دیگه. جنت دنیاست بلا تشبیه اگه خفه نشی میگه مولوی سید بسیار جای خوب است. یه افغانستان خود دوزخ بود جهنم بود میگه کشتار است و زدن است گشنگی است. اینجا بسیار دیگه زندگی دیگه قسم است. میفهم که همین دو چیزی رو اونجا کشانده و دیگه قصه دنیا نیست. اکثرش کم پرست است کم سیر باشه آرام باشه تا که میمرم. باز که زندگی را که نحوی زندگی چیز اسلامی است نیست در قصه از اون نیست اوشا پرسان نمیکنه. امنیت اقتصاد اشکمت سیر فضا آرام دیگه هر چیز دیگه جور میشه تمدن آبادی همه. این دو چیز نبود این چیز نمیشه. این میال کسی اقتصادش بالا باشد امن باشه خلاص دیگه بسیار کارا جور میشه. هم دیگه دنیا که قچیزا رو جور میکنن از این میاد اقتصاد بالا اون در مریخ و اینجا تحقیقات دارن. اگه اینا باشه نیست. این اسلام میخواه ولی امنیت و رزقی را میخواه که در تحت قانون وصای قرآن باشه. به خاطر اگه این نبود دنیا از آخرت نیست. الله تو امنیتی برات میاره ای تو اقتصادی که هم آخرت باشه هم دنیا و زندگی ابدی هم خوش باشید اونجا ایام باشه. و واقعا حکومتی را که رسول الله هم جور کرد که ببینید تا 13 قرن دا هم امنیت بود هم رزق فراوان بود و هم آخرت بود. دنیا و آخرت اسلام همیطوره در دنیا هم خوشی میخواد در آخرت هم. ولی این کسایی که میگن امنیت چندان امنیت نیست اونجا هم. خب این میاله کسایی که در امریکا رفتن میسد و پا جیبت باشه گشته نمیتونی دوزا پشتت میگرد تفنگچای بی صداست میگه مرا پیسیتا گفت زدی پلق میزنن در کلید میگه اینجا میکشید پلیس خبرن پلیس میام مرده افتیده تو میکشید آسان اونجا از ترس کارتاست. خب کارتای بانکی است طریق کارت پول انتقال میته. خب در بانک از پیسه شو در خانه نگاه کردن نمیتونه در جیب گشتانده نمیتونه. اگر کدام مصیبت شد بانک دیگه که از گرفت خلاص 1 روپیه نداری. مثل که در افغانستان کسی که مصیبت آمد گفت 600 میلیون روپیه میدمی چی بود 600 لگم در بانک بود گفت کلش هیچ شد گدایگر شدم. گفت در دیگه حکومت آمدم گفتم ایقا پیسه ماست گفت که باش سعی کنیم
سعی کردن گفتن 600 نیست 60 لگ است. گفتم خب امورم بده گمش کن 600ش به 60 لگ. دیگه دفعه گفت رفتم گفت خب گفت 60 لگ نیست 6 لگ است. خب یقین کنید گفتم همون 6 لگ هم بده. حالا خوب رفت. گفت دیگه روز رفتم گفت که هیچ پیسه اینجا نیست خلاص شده. حیران موند. اینی بانک هم که هست خب باید قسم زندگی دارد. چی امنیت است؟ امنیتی را میگه که پیسه وجوده پشت شانه بگردی کس چیز نگوید. این را امنیت میگه. امنیت. و از قال ابراهیم وقتی که گفت ابراهیم علیه السلام رب ای رب اجعل هذا یعنی اجعل هذا المکان این جای بگردان هدف مکه است بلدا آمنا بلد امن. این دعای ابراهیم است الله قبول کرده. الله قسم یاد میکند در سوره تین و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین این شهر امن الله را امن گشتان. دعای ابراهیم علیه السلام یعنی اهلش در امن و استقرار باشد. و نزق اهله من الثمرات رزق بده اهل ازیره از میوه ها. ای رب المؤمنین اهل کسایی که اینجا میاد تا که طاعت تو را بکنن با عبادتت فارغ بال باشن میگه رزقشان بده که عبادت تا کنن. من آمن منهم بالله من الثمرات گندم جو جواری برنج لوبیا نخود دیگه میوه ها سیب است انار است امی کلش شامل. هر کسی که ایمان میارد از اینا با الله و روز آخرت. اینجا ابراهیم علیه السلام خواست کرد که برای مؤمنین نشان بده با کافر نه فقط مؤمن بده. الله میگه نه دنیا را با کافر و مؤمن میده. قال و من کفر الله گفت و ارزق من کفر رزق میتم کسی که کفرم بکند کما ارزق المؤمن مثل که مؤمن رزق میتم کافر هم میتم. ولی فومتعه قلیلا کافر بهره و لذت زندگی را میتم کم وقت تا که زنده است نعمتها را میگیره که مرد روز خوبی به کافر نیست که مرد دیگه آتش است دیگه خلاص. ثم اضطره الى عذاب النار باز چی میکنم مجبورش میکنم در آخرت کشش میکنم سوقش میتم به عذاب آتش. بس هیچ و بئس المصیر بد جای بازگشت است که مرجع کافر است. کافر که مرد دیگه روز خوب نمیبینه. یکم تا میگه کسایی که برق جور کرده ایره چی میگی؟ کامپیوتر جور کرده موبایل که خدمت کرده هم الله میگه کل کافر که بود خلاص جایش داده شد. این خدماتش چی شد؟ خدماتش همی شد که در روشنی زندگی کرد. خدماتش همی برق جور کرد خودش استفاده کرد. سرک جور کرد اون در موتر خدا گشتان این همی بود در دنیا برشد. نعمتهای کافر در دنیاست که مرد خلاص هست. دلیلشون بسیار آیات هست. در سورة توبه الله می فرماید ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر. بر مشرک جایز نیست که مسجد الله را جور کنه در حالی که گواهی میده به نفس خودم به کفر. اولئک حبطت اعمالهم کسی که مسجد بیت الله را جور کرده اعمالش برباد است. و فی النار هم خالدون در آتش همیشه میمانه. پس اسلام دین هم میخواهد دنیا را. یکم تو میگه دیندار که شدی دنیا را دست میدی. جاهلی است. بسیار جاهل. دین و دنیا است. آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت است. این مضمون در هر جای بیان میشه. حال ما زندگی هم دنیای ما خوب باشه هم آخرت این خوب است یا همی دنیا خوب باشد که مردیم در آتش بریم کدامش؟ هر دویش. عقل هم میرم میگه. این کافران میگن به دروغ گفت که بازسازی و نوسازی و بازسازی و نوسازی آبادی و پروژه هیچ چیز جور هم نکده. دنیای ما فعلا خراب است آخرت هم خب اگر چنگ به این از این آخرتت خو رفته. کافرای طور زندگی دارن و همین تو زندگی را با ما میخوان. همیاله سرکای کابل سعی کنی سرکش جور نیست 16 سال تیر شد بازسازی آبادی خود چی شدی؟ فقر بیکاری موج میزنه هم دین نیست و هم دنیا را دنیا خو نیست دین هم میخواه که بگیره. این دیگه بسیار خسر دنیا و آخرت میشه. پس الله با ما شما ثبات بده که مثل ابراهیم وار زندگی کنیم. و صلی الله علی نبی محمد.